حکومت تاجیکستان دستور داد که قرض برق تاجیک در نزد سمتودایک به مبلغ 282.4 میلیون سومانی یا 28 میلیون دلار که از خرید نیروی برق به عمل آمده است کم کرده شود. مبلغ مذکور همچون حصه مؤسس در سرمایه آیین‌ناموی برق تاجیک به حساب گرفته شود. گفته می شود در قرار حکومت که 20 دکامبر سال روان قبول شده است. در سند در پورتال اطلاعات حکومت وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان نشر شده ذکر می گردد که مبلغ مذکور همچون پرداخت قسم قرض شرکت برق تاجیک در نزد نیروگاه سنگتودا یک به حساب گرفته شود. موافق قرار به مبلغ به همین برابر 282.4 میلیون سومانی قرض سنگتودا یک از انداز که تا 1 نوامبر سال به وجود آمده است کم کرده می شود. بنا به معلومات سامانه رسمی سنگتودا یک حجم عمومی قرض برق تاجیک به این جمعیت تا 3 نوامبر سال 2022 حدود 2 میلیارد و 592 میلیون سومانی یا بیش از 254 میلیون دلار را تشکیل داده بود. قبلا ذکر گردیده بود که قرض برق تاجیک از حساب برق گرفته‌اش از نیروگاه سنگتودا یک از 1 اکتبر سال 2021 تا اکتبر سال 2022 قریب به اندازه 30% افزود. به اطلاع منبع از آغاز سال 2022 برق تاجیک از این نیروگاه مشترک روسیه و تاجیکستان حدود 1.2 میلیارد کیلووات ساعت برق گرفته است. سطح میانه پرداخت از آغاز سال 2022 همگی 33% از ارزش برق انتقال یافته‌اش را تشکیل داده است. شرکت برق تاجیک یگانه خریدار نیروی برق از سنگتودا یک می باشد. نیروگاه برق آبی سنگتودا یک کارخانه مشترک تاجیکستان و روسیه است. حصه شرکت روسیه‌ای در سرمایه نیروگاه 75% و حصه حکومت تاجیکستان 25% است. از اعتبار ساخت نمودن قرض برق تاجیک طبق این نظام علاقه به طور منظم صورت گرفته، این عمل تقریبا هر سال صورت میگیرد. برخی از کارشناسان این عمل را غیر قابل قبول و ناعادلانه خوانده آن را یک نوع کمک پولی دو جانبه عنوان میکنند که برای یک پرداخت حتمی بخشیده شده، برخی دیگر برای کم تأخیر پرداخت جریمه میشوند. قرض عمومی کردیتوری برق تاجیک تا اول نیم ساله یکم سال جاری 32 میلیارد سومانی حدود 3.1 میلیارد دلار را تشکیل داد. از جمله قرض به نیروگاه سنگتودا 2.8 میلیارد سومانی، سنگتودا یک 2.4 میلیارد سومانی، اوریون بانک 2 میلیارد سومانی و به وزارت مالیه 23.6 میلیارد سومانی را تشکیل داد. همین طور حکومت تاجیکستان امر داده است که مهلت پرداخت قرضهای شرکت تاجیک تلکام یک نیاد وابسته به خدمات علاقه حکومت تاجیکستان رئیسش بیک صبور را به تأخیر انداخت. بر اساس این قرار حکومت که روز 20 دکامبر سال 2022 قبول شد و روز 3 دکامبر در پایگاه معلومات حقوقی وزارت عدلیه نشر شده است، زمان پرداخت 67 میلیون سومانی قرض تاجیک تلکام از حساب انداز را یک سال دیگر تمدید میکنند. این شرکت زیر رهبری بیک صبور اینک چند سال باز پی هم در قطار کارخانه های از انداز قرضدار نام برده می شود.